سلام دوستای عزیز، امروز با یک برنامه جدید در خدمت شما هستی. حدس بزنید که امروز چی میخوایم درست کنیم؟ بله، امروز میخوایم یک سس بشامل که مخصوص لازانیا هستش رو میخوایم درست کنیم. به سری مواد احتیاج داریم. اینجا در قدم اول آرد هستش که ما استفاده میکنیم. 2 یا 3 قاشق استفاده میکنیم. مربوط به حد نیاز شما هست که چه مقدار آرد میخواین استفاده کنین. من 3 قاشق استفاده کردم چون نیاز از ماسه. این آرد را تفت میدین، اونقدر تفت میدین که نگذارین که رنگ عوض کنه. خب یعنی اینکه فقط وقتی دیدید خامی آرد گرفته میشه و بوش در آمده دیگه کافی است. میدانید یک نکته که همیشه باید در آشپزی در نظر گرفته بشه اینه که آشپزی کردن باید همیشه اگه میخوای یک نتیجه خوبی داشته باشین اینکه تمام نکته های ریز را انجام بده. یعنی هر نکته ریز که کنار هم دیگه گذاشته میشه یک نتیجه خوب میده. همونطور که میبینید ما مواد لازمی که برای بشامل نیاز داریم کره هستش، آردی که میبینید و البته همه به جای در سس بشامل میتونن شیر استفاده کنن. یعنی همیشه عرفش اینه که شیر استفاده کنن، اما اگه میخوایم مزه بهتری داشته باشه از آب مرغ استفاده میکنیم. چون میخوایم لازانیا رو با مرغ درست کنم و آب مرغی که درست میکنی آبش نگار میداریم، دور نمیریزیم و برای سس بشامل استفاده میکنیم. همونطور که میبینید میگذاریم تفت بخوره آرد، نمیگذاریم که تیره شوه یا بیش از حد تفت بخوره. همین که بویش در آمد کافی است. و نمک و فلفل هم حتما برای مزه کردن یادتان نره. نمک و فلفل سیاه البته نیاز داریم چون نمیخوایم که تلخ شوه. فلفل سیاه یک مزه خاصی به غذا میده. کردم با سویت نگاه، دل برکی خوشنما، دل برکی خوشنما. عاشق تو گشتم، نداری مهر و وفا، نداری مهر و وفا. کردم با سویت نگاه، دل برکی خوشنما، دل برکی خوشنما. اینجا ما کره اضافه کردیم و خوب هم میزنیم. نمیذاریم که زیاد آرد با کره تفت بخوره که رنگ سیاهی پیدا کنه، چون سس بشامل اصلا نمیخوایم که حلوا درست کنیم یا چیز دیگه. البته این رسیپی هست که میتونیم برای حلوا استفاده کنید، اما برای میخوایم در خیلی کم تفت بخوره، رنگ تغییر نکنه. و یک نکته ای که گفتم نکته های ریز هست که کنار هم دیگه یک آشپزی رو معنا میده. وقتی که می کره در آرد تفت خورد، یعنی آرد تفت خورده، وقتی که آب مرغ را اضافه میکنید کم کم اضافه کنید و تون تون هم بزنید. نکته که اینجا خیلی مهم هست اینه که شما کم کم آب مرغ را اضافه میکنید و تون تون هم میزنید که یک دست شوه. یعنی خمیر ما وقتی داخل آب مرغ قرار میگیره گلوله گلوله نشوه. پس نکته ریزی که اینجا گفتیم هست که کم کم آب مرغ را اضافه کنید، تون تون هم بزنید که آرد گله گله نشه و به صورت یک دست برایم.
ما فلفل سیاه و نمک رو اضافه میکنیم. اوه شرمنده، اینجا نمک کمی از پیش از من خطا رفت و در روی اجاق ریخت. خب به هر حال یارو خوب هم میزنیم. ببینید که خمیر چقدر یک دست میشه. تو گشتم نداری مهر و وفا، نداری مهر و وفا. همونطور که میبینید الان به نتیجه دلخواهیمون رسیده. این هم از طرز تهیه سس بشامل ما برای لازانیا. ببینید که چقدر رقیق و یک دست شده. لطفا دوستان لایک و سابسکرایب ازتان نره و خوشحال شدم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودیم و برای دیدن ویدیوی بعدی که روش درست کردن لازانیا هستش با ما همراه بشین، زنگوله را فشار بچین که انشالله ویدیوی بعدی ما را از دست ندین.